با درود با یکی شما بینندگان عزیز، چون همیشه در صبح بر وقت شما عزیزان را به تماشای نویدی بمدودی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان را به سهم شما میرساند. در پراگ همین حالا ساعت رسو 7 است. در آغاز از وضع باد و هوا میگوییم. امروز در پراگ هوای بارانی پیش بینی شده است. انتظار می رود که گرمی تا 15 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو نیز باران میبارد امروز و تا 6 درجه گرمی در نظر است. در دوشنبه هوا آفتابی و حرارت به 28 درجه می رسد. در اساس قانون نوی فدرالی روسیه، متخصصان خارجی از جمله متخصصان توجیک بعد از یک سال کار و زندگی در آن کشور می توانند صاحب شهروندی روسیه شوند. قانون نو روز 2 اکتبر امسال به اجرا درآمد. پیشتر متخصصان خارجی دوام دست کم 3 سال در روسیه زیسته اول صاحب سند اجازه اقامت در روسیه و بعدا سند حق اقامت می شدند. مؤلفان قانونی که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده است میگویند تقدیم شهروندی به متخصصان خارجی در زمان کوتاه گروی رشد اقتصادی کشور می باشد. این در حال است که در برخی از کشورهای پساشوروی قانون مذکور باز کردن روی فراخ فرار مقصود دانسته شده تهدید دیگر به منفعت‌های ملی و اقتصادی کشورهای مهاجرزای به مانند تاجیکستان عنوان گرفته است. شمار افراد دارای دو شهروندی تاجیکستان و روسیه بیش از 250,000 نفر گفته می شود و این شمار هر سال در حال افزودن است. بعضی از کارشناسان میگویند این جریان از نظر منفعت‌های ملی و سیاسی تاجیکستان مایه نگرانی باشد. مقامات تاجیکستان تا به حال در گزارش این وضعیت را تحلیل نکردند. اما بنا به مقررات نو در تاجیکستان وکیلان مدافع و کارمندان نیروهای دولتی به خصوص نظامی و قدرتی که دو شهروندی دارند باید از دو یکی را انتخاب کنند. یعنی یا از شناسنامه روسی دست کشیده به کار خود در تاجیکستان ادامه بدهند یا با انتخاب شناسنامه روسیه کار را در ساختارهای دولتی تاجیکستان ترک کنند. صادر شدن قانون تقدیم شهروندی در حالی است که در روسیه افکار عموم نسبت به مهاجران همانا بیشتر منفی باقی میماند و بر اساس پرسش اخیر مرکز لیودا 70% گفتند که مخالف در روسیه بودن مهاجران هستند. ویژگی قانون نو این است که مؤلفانش عنوان اختصاص‌های موردی نیاز بازار روسیه را از 74 تا 135 افزایش دادند. از جمله مقامات روسیه میگویند به پزشک دندان، دکتر چشم، عصب شناس، جراح، روانپزشکی کودکان، شکسته‌بند و غیره ها احتیاج دارند. در فهرست اینچنین عنوان کسب و اختصاصات در بخش کشاورزی، فناوری‌ها، صنعت، ژورنالیستیکا و غیره اضافه شده است. مؤلفان قانون نو تاکید میکنند که همزمان روسیه منفعت‌دار جلب آدمان بلند اختصاص است. به این گروه مهاجران صاحب دیپلم، زباندان، صادق به فرهنگ و ارزش‌های این کشور و آماده مهاجرت با خانواده‌شان موافقت میکنند. در 3 ماه اخیر از جانب رسانه‌ها در تاجیکستان 159 بار معیارهای اخلاقی ژورنالیستی نقض شده است. شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان روز 8 اکتبر ضمن یک همایش از مانیتورینگ 3 ماهه خود نتیجه گیری کرد. به گفته مسئولان این شورا مانیتورینگ 50 رسانه الکترونی و چوبی داخلی را در بر گرفت. مسئولان شورای واو گفتند که بر پایه این مانیتورینگ دوام این 3 ماه از همه بیشتر معیارهای اخلاق ژورنالیستی از سوی هفته‌نامه SSR 19 بار، فرج و سمک 18 باری و اویلا 16 بار نقض شده است. بندهای اساسی که رسانه ها آن را نقض کردند این جدا بودن ایجادیات از تجارت و رکلام، اثردوزی، عفت ملی و احترام فرهنگ غیر و حفظ شأن و شرف و اعتبار شخص می باشد. این نشست با شرکت مسئولان شورای واو نمایندگان رسانه های کشور در مجمع شرق آزاد دیروز برگزار شد. شورای واو یک سازمان مستقل ژورنالیستی است که سال 2009 تشکیل شده در برابر حمایت از حق خبرنگاران محتوای مطالب نشریه ها را از نگاه مطابقتشان به کودکس اخلاق ژورنالیستی نیز پیگیری میکند. امامعلی رحمان و الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت‌های تاجیکستان و بلاروس با گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در عرصه‌های گوناگون تاکید کردند. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان و الکساندر لوکاشنکو در این گفتگوی تلفنی که آخر هفته گذشته صورت گرفته است، همچنین مسائل علاهیده منطقوی و بین‌المللی مورد توجه طرفین را بررسی نمودند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری بلاروس هم میگوید که سران دو کشور از سطح همکاری‌های موفق در عرصه‌های گوناگون
اظهاری رضایت نمودند. گفتگوی سران تاجیکستان و بلاروس در حال صورت میگیرد که از چند روز به این طرف یک فعال سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان در بلاروس بازداشت است. مقامات بلاروس روز 25 سپتامبر فرهاد اودینایف را در سرحد لیتوا و بلاروس دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان قبلا در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس فرهاد اودینایف را به اشتراک و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افراطگرایی متهم کرده بودند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 گشوده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. روسکومنادزور محدودیت دسترسی به سامانه خبرگزاری فرغانه را که از 1 اکتبر در حدود روسیه مسدود شده بود بیکار کرد. مدیر کل فرغانه دانیل کیسلوف روز سه‌شنبه گفت آنها با کمک حقوق‌شناسان و حرکت روسکوم سوابودا توانستند معین کنند که به دست نورست شدن سامانه خبرگزاری در روسیه مطلب خودکشی یک زن نفقه‌خوار در قرقیزستان ثبت شده است. سرمحرر خبرگزاری ماریا دوبنووا اطلاع داد که آنها مطلب مذکور را از سامانه پاک و روسکوم نادزور را آگاه کردند. به گفته دوبنووا روسکومنادزور در اول نگفت که از نشر کدام مطلب ناراضی است و به آگاهی دسترسی به سامانه را محدود کرد. خبرگزاری فرغانه که در روسیه ثبت نام شده است درباره حوادث کشورهای آسیای مرکزی خبر می‌دهد. سفارت چین در واشنگتن جاری شدن تحریم سفر به آمریکا برای بعضی منصبداران چینی را محکوم کرده است. روز سه‌شنبه سفارت گفت قرار آمریکا به طور جدی معیارهای روابط بین المللی را پایمال نموده به امور داخلی چین دخالت میکند. آمریکا به خاطر تعقیب مسلمانان در ولایت شینجیان چین بعضی منصبداران را که در این معرکه نقش دارند از حق سفر به آمریکا محروم نمود. در چند روز پیش دپارتمنت دولتی آمریکا با اشاره به تعقیب مسلمانان اویغور تبار ولایت شینجیان چین 20 شعبه امنیتی و 8 شرکت را بر روی خط سیاه شامل کرد. وزارت تجارت آمریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه‌هایی که به این روی خط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت‌های آمریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می‌شوند. در شرح رسمی گفته می‌شود فعالیت این تشکیلات برای پیشبرد معرکه سرکوب در چین، بازداشت‌های دسته‌جمعی خودسرانه و راه‌اندازی نظارت به واسطه فناوری‌های نوین علیه اویغورها و قزاق‌ها و نمایندگان اقلیت‌های دیگر مسلمان مساعدت کرده است. انتظار می رود واکنش مقامات چین هم تند خواهد بود، چون تا حال پکین برای سیاستی که در شینجیان پیاده کرده است شدیداً مورد انتقاد بین المللی می باشد. در نوسیبیرسک روسیه مقامات انتظامی به برگزاری رید تفتیش مهاجران آغاز کردند. تصمیم دایر نمودن رید پس از زنازنی عمومی مهاجران به نقشه گرفته شد. در نتیجه زنازنی گروهی 7 اکتبر 50 کس بازداشت شدند. در این ضد و خورد جمعاً حدود 200 کس اشتراک داشت. منبع خبرگزاری اینترفاکس میگوید اشتراکداران زنازنی از سلاح استفاده نکردند و تنها ناظر منطقوی برای آگاهی به آسمان آتش شده است. ولی خبرگزاری تاس با تکیه به منبع خود اطلاع داد که در زد و خورد از سلاح استفاده شده است. در وزارت امور داخلی روسیه گفتند که در آن حادثه یک کس آسیب دیده است ولی از شرحی بیشتر خودداری کردند. خبرگزاری ها می نویسند نیزا نخست میان دو تاجر به سر پول اجاره انبار سر زده است. نماینده جمعیت قرقیزها در نوسیبیرسک در صحبت با رسانه ها گفته است که زنازنی میان شهروندان قرقیزستان سر زد. سفارت قرقیزستان در روسیه باشد تا حال حادثه را توضیح نداده است. در ازبکستان تصمیم دارند برای بستن نکاح بدون ثبت در مقامات رسمی دولتی جوابگاری جنایی راه اندازی کنند. برای بستن نکاح بدون قید در مقامات دولتی جوابگاری جنایی پیش بینی خواهد شد. در رابطه با این حالات در جمهوری به قانونگذاری تغییرات وارد می شود و در اساس این تغییرات دو ملاهای به جوابگاری جلب می شوند که بدون سند ثبت اسناد حالتهای شهروندی زن و مرد را نکاح می کنند، گفت گوهر حلیم و معاون رئیس ولایت سمرقند ازبکستان. با اطلاع رسانه‌های محلی در ازبکستان سال جاری رسما 33,000 جفت از قید رسمی نکاح دولتی گذشتند. این در حالی است که 12,150 عائله دیگر بر اساس قانون‌های شریعت عائله برپا کردند.
وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه از برگزاری مشاوره یکجایی این دو نهاد خبر می‌دهند که دیروز در مسکو جریان گرفت. ضمن این جلسه از جمله درباره نتایج چاره‌بینی‌های مشترک دو جانبه عاید به جستجوی جنایتکاران پنهان شده معلومات داده شد. وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسف گفت در چند روز کاری مشترک گروه‌ها در ماه مارت مکانی بودباش 78 جنایتکاران پنهان شده در تاجیکستان معین گردیده است. به گفته وزیر کارهای داخلی روسیه، کمک سریوقتی همتاهای تاجیکستانی به انجام تفتیش پرونده جنایتی با ابداری 6 عضو گروه جنایتپیشه که اساساً شهروندان تاجیکستان بودند مساعدت کرد. از ماه دکبر سال 2016 تا ماه ایون سال 2017 این گروه در قلمرو منطقه مسکو یک سلسله جنایت‌ها و راهزنی‌ها و غارتگری‌ها کرده بودند، گفت وزیر داخلی روسیه. طبق معلومات منبع، در ادامه جلسه از جانب وزیران هر دو کشور نقشه کاری وزارت‌های کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان در سال 2020 تصدیق گردیده است. و از خبر ورزشی نیز میگوییم برای شما ورزشکاران تاجیک از مسابقه بین‌المللی عاید به بوکس میان مردان به خاطره مربی معروف والنتین زلاتاریوف که روزهای 1 تا 5 اکتبر در تالار کالج ذخیره‌های المپی شهر اندیجان ازبکستان برگزار شد با 2 مدال، 1 طلا و 1 برنجی برگشتند. در این مسابقه عنعنوی بیش از 170 مجزن از قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 ورزشکار شامل بود که از میان آنها تنها 2 نفر با مدال سرفراز گشتند. بختیار میرزا محمد که در وزن زیر 75 کیلو چهار رقیبش را از ازبکستان اینچنین 1 نفر را از قرقیزستان شکست داد، مقام اول را کسب نمود. مجزن دیگری توجیک دلشاد عاقلوف در وزن زیر 52 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. او در 2 قوازمایی بر مجزن‌های ازبکستان دست بالا شد، ولی در دور نیمه نهایی از نماینده قزاقستان شکست خورد و در نتیجه جای سوم را از آن خود کرد. و از طبق قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم بینندگان عزیز که از طرف بانک ملی برای امروز تعیین شده است و این قرب را شما انتظار دارید. 1 دلار 9 سومانی و 68 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 64 درم معین کردند و 1000 روبل روسی برابر است به 148 سومانی و 20 درم. بینندگان عزیز، چند خبری بود که من در صبح بر وقت برای شما گفتم و تشکر میگم که تا آخر صحبت ما رو تماشا کردید و فکر میکنم خبرهایی که ما گفتیم برای شما مهم بودن و همین گونه ما در دوام روز شما رو منتظر میشویم در سرخط خبرهای روز و همین گونه در برنامه خبری. روزی خوب داشته باشید و تشکر برای همراهی.